وزارت مالیه ریاست عمومی عواید بر اساس قانون بررسی کنندگان مالیاتی ما حق دارند که دوسیه های مالیاتی یک تعداد شرکت ها را بر اساس انتخاب خودشان و بر اساس انتخاب سیستم از گذشته ها دوباره بررسی کنند و اگر میبینند که یک تعداد از شرکت ها چی دولتی باشد و چی خصوصی مالیات خود به درستی پرداخت نکنه دوباره بررسی میشن و شرکت های مذکور مکلف هستند تا مالیات خود پرداخت کنند و به طور درست پرداخت کنند. پس مسئله‌ای که در مورد شرکت برشنا هم است، چنین یک مسئله است که این بررسی در مورد تمام شرکت های دولتی و خصوصی صدق می‌کند و در صورتی که بررسی دوباره بررسی کنندگان مالیاتی ما نشان دهد که شرکت محترم برشنا مانند سایر شرکت های دولتی و خصوصی مالیات خود به درستی پرداخت نکرده اند، پس به اساس قانون مکلفند که مالیات خود دوباره درست‌تر پرداخت کنند.